جمشید، پادشاهی جمشید 700 سال بود. نگاه کنید با جمشید بعض فضا کاملا تغییر میکند. اگرچه با شروع از کیومرث تا هوشنگ و طهماسب کارهای زیادی از قبیل کشت و ورز و صناعت و بافندگی و دوزندگی و رام کردن حیوانات اهلی وحشی و کارهای زیاد انجام می‌شود، ولی ما یک گردش کلی رو به هر حال می‌بینیم در دوره جمشید. پیش از همه این همین مهلت پادشاهی که برای او گفته می‌شود 700 سال، کیومرث 30 سال، هوشنگ 40 سال، طهماسب 30 سال و جمشید 700 سال. گرانمایه جمشید فرزند اوی، یعنی فرزندی طهماسب بعد از وفات طهماسب. گرانمایه جمشید فرزند اوی، کمر بسته و دل پر از پند اوی، برآمد بر آن تخت فرخ بدر، بر رسم کیان بر سرش تاج زر. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان سر به سر گشت او را رهی. زمانه برآسوده از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. هنوز ما میبینیم که جمشید شاهی است مثل کیومرث، مثل هوشنگ، مثل طهماسب که نه تنها آدمیان بلکه دیو و پری و مرغ و همه جانورانی هم این جهان موجود قابل رعایت و هم جهان ماورا طبیعی، یعنی پریان هم دیو و پری و وجود هم در تحت تابعیت اینها هستند. بسیار ساده هم نیست وجود آنها. مثلا چون که در آخر پادشاهی طهماسب دیدیم او چکار میکند؟ از دیوان نبشتن را می‌آموزد. یعنی اینها یک نیروهای گنگی و وحشی نیستند، بلکه دارای هنرهای خاص و علم هم هستند. ولی از بس که اراده‌شان بد است، منش دیوی دارند. و در دوره جمشید این اختراعات به کمال میرسد، به اوج میرسد، ادامه می‌یابد و کارهایی میکند جمشید که کاملا قدرت سلطنتی او رو به اوج میبرند. کمر بست با فر شاهنشهی، جهان سر به سر گشت او را رهی. رهی یعنی غلام، بنده. زمانه برآسوده از داوری، به فرمان او دیو و مرغ و پری. جهان را فزوده به دو آبروی، فروزان شده تخت شاهی بدوی. یعنی جهان از او آبرو گرفت، اون از جهان نیست، جهان از او آبرو گرفت و تخت شاهی، او از تخت شاهی نیست بلکه تخت شاهی با وجود او روشن شد. منم گفت با فره ایزدی، هم شهریاری بود هم معبدی. یعنی جمشید دیگر هم پادشاه بود و هم معبد. معبد یعنی چی؟ معبد یعنی شخصیت روحانی دینی، مثلا دینی پیشگذشتگان در دینی قبل از اسلام و قبل از مسیحیت. معبد که در آیین زرتشتی هم آنها رو معبد می‌گفتن، ولی خود آیین زرتشتی رو در دوره جمشید معلوم نبود، ولی معبدی داشت. و در اون روایت های دیگری هم که در فرهنگ اساطیر و داستان‌ها آورده می‌شود، گفته می‌شود که خداوند جمشید از جمشید پیامبر خواست، ولی جمشید نپذیرفت و پادشاهی رو پذیرفت. یعنی این گونه روایت هم هست، ولی اینجا در شاهنامه بر طرز معتدل است. مثل همیشه میگوید که منم گفت با فره ایزدی، هم شهریاری و هم معبدی. بدان را زیبد دست کوته کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. نخست آلت جنگ را دست برد. نخستین چیزی که جمشید ساخت اسباب جنگ بود. یا کنید نخست آلت جنگ را دست برد، در این نام جستن به گردان سپرد. یعنی در میدان‌های نبرد مشهور شدن رو برای پهلوانان فراهم کرد. به فر کی نرم کرد آهنا، به فر کی نرم کرد آهنا. چو خود و زره کرد و چون جوشنا. با همون فری، همون نیروی خاصی کیانی آهن رو نرم کرد و با اون کلاه و زره و جوشن. چو خفتان چون درع برگستوان، همه کرد پیدا بر روشن روان. بدین اندران سال 50 رنج، ببرد و از این چند بنهاد گنج. 50 سال کارش فقط ساختن یعنی ساز و سلاح جنگ بود و از آن انبار کرد. بنهاد گنج، همین کلمه بنهاد گنج به معنای انبار کردن، ذخیره کردن، امروز از استفاده ما خارج مانده است، ولی در گذشته زیاد استفاده میشد. همون بیت رودکی هم که میگه هیچ گنجی نیست از فرهنگ به
تا توانی روی بر این گنج نهی. لیکن اصلش همون است، تا توانی رو تو این گنج نهی. یعنی تا وقتی که میتوانی برو تو این گنج رو انبار کن، برای خودت ذخیره کن. همونش درست است. همینجور میگه بدین اندر آن سال 50 رنج ببرد و از این چند بدهاد گنج. دیگر 50 اندیشه جامه کرد. 50 سال دیگر جمشید به فکر جامه پوشیدنی بود که پوشند هنگام بزم و نبرد. یعنی جامه بزم و جامه جنگ. زکتان و ابریشم و موی و قصب کرد پرمایه دیبا و خز. این کنید از ابریشم خز و قز و همش ابریشم است. کتان این نخی مخصوصی است که از علف میگیرن، از زهر پایه میگیرن، ولی بوسی مخصوص برای تابستان است. کتان و ابریشم و موی و قصب کرد پرمایه دیبا و خز. بیا مختشان رشتن و تافتن و تار اندرون پود را بافتن. یعنی دوامی همون کاری تعمیر است. رشتن و تافتن و تار اندرون پود را بافتن. چو شد بافته شستن و دوختن. گرفتند از او یکسر آموختن. یعنی متا را اول می بافتند، بعد گفتن می شستن، می دوختن، پاره می کردن، می دوختن. چو این کرده شد ساز دیگر نهاد. زمانه بدو شاد و او نیز شاد. زهر پیشور انجمن گرد کرد. بدین اندرون نیز 50 خورد. گروه کاتوزیان خانیش بر از می پرستندگان دانیش. جدا کردشان از میان گروه پرستنده را جایگه کرد کوه. بدان تا پرستیش بود کارشان نوان پیش روشن جهاندارشان. صفه بردیگر دست بنشاندند همه نام نیساریان خواندند. کجا شیر مردان جنگاورند فروزنده لشکر و کشورند. که از ایشان بود تخت شاهی بجای و از ایشان بود نام مردی به پای. نسودی 3 دیگر گروه را شناس کجا نیست بر کس از ایشان سپاس. بکارند و ورزند و خود بدروند به گاه خورش سرزنش نشنوند. ز فرمان سر آزاده و ژنده پوش ز آواز بیغاره آسوده گوش. تن آزاد آباد گیتی بروی بر آسوده از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاده را کاهل بنده کرد. 4 که خوانند عهد و خوشی همان دستورزان با سرکشی. کجا کارشان همگنان پیشه بود روانشان همیشه پراندیشه بود. بدین اندرون سال 50 نیز بخورد و ببخشید بسیار چیز. از این هر یکی را یکی پایگاه سزاوار بگزید و بنمود را. که تا هر کس اندازه خویش را ببیند بداند کم و بیش را. بفرمود دیوان ناپاک را و آب اندر آمیختن خاک را. هر آنچ از گل آمد چو بشناختند سبک خویشت را کالبد ساختند. و سنگ و بگش دیوار کرد نخست از برش هندسی کار کرد. چو گرمابه و کاخهای بلند چو ایوان که باشد پناه از خزند. ز خارا گهر جست یک خلاصه هنرهایی که دیگر جمشید رایج میکند دیگر خیلی فراوانی است. دیگر آبشار میشه، آبشاری از هنرها زندگی نشاط زندگی رو فراهم میسازد. و یکی از کارهای مهمی که جمشید در زمان خودش میکند و اهمیتی اجتماعی دارد، تاریخی و اجتماعی دارد، جمعیت بشر رو به گروه ها جدا میکند، وظیفه ها رو در جمعیت تقسیم میکند. یکم گروهی که جدا میکند کاتوزیان، اینا روحانیان هستند که آنها رو در کوه جای میدهد که آنجا عبادت و نیایش کنند، جای پاکیزه. دیگر گروه نیساریان اینا گروه جنگاوران میشن. دیگر گروه نسودی که این گروه برزگران و مزرعه‌کاران هستند که فردوسی از همه بیشتر درباره اینها سخن میگوید و با هوس درباره‌شان سخن میگوید. ز فرمان سر آزاده و ژنده پوش ز آواز بیغاره آسوده گوش. تن آزاد آباد گیتی بروی بر آسوده از داور و گفتگوی. چه گفتان سخنگوی آزاد مرد که آزاده رو کاهلی بنده کرد، تنبلی و داور غلام کرد. اینا رو آزاد میدونن، الان دهقانا رو آزاد میدونن، چون که اینا خودشون میکنن، خودشون میخورن، خودشون میکنن و زندگیشون خودشون تامین میکنن. دیگر رو همه با وسیله باید یک راه کرده روزی پیدا کنن از یک جایی. اینها رو نگذشت. برای همین آزاده گفته همین ملت تاجیک دو نامش یکی دهقان است، یکی آزاده. قسمت اساسی این طایفه رو همین ملت
توجیک تشکیل میدهد.